از ابو هریره رضی الله عنه روایت است که میگوید پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند علم از بین می رود و جهل و فتنه انگیزی به جای آن می شود و خروج و مرج زیاد می گردد. پس از این کسی پرسید یا رسول الله خرج و مرج چیست؟ پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم در جواب آن شخص دست مبارک خود را طوری حرکت دادند که دلالت به قتل و کشتار میکرد. یعنی که خرج و مرج این قتل و کشتار است. از اسماء بنت ابوبکر صدیق رضی الله عنه روایت است که میگوید نزد عایشه رضی الله عنه رفتم و او نماز میخواند. گفتم مردم را چی شده است؟ به سوی آسمان اشاره کرد و آفتاب گرفته را برایم نشان داد و دیدم که مردم نماز میخواندند. عایشه گفت سبحان الله. بعد اسماء میگوید پرسیدم این علامت نزول عذاب است یا علامت نزدیک شوی قیامت؟ عایشه رضی الله عنها با سر خود اشاره کرد که بله چنین است. پس برخواستم در حالی که نزدیک بود بیهوش شوم بر سر خود آب ریختم و پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم حمد و ثنای خداوند را گفته و فرمودند هر آن چیزی که تا حالا برایم نشان داده نشده بود این است که در همین جا دیدم، حتی بهشت و دوزخ را هم دیدم و بر من وحی شد که شمایان در قبرهای خود آزمایش می شوید مانند آزمایشی که با مسیح دجال می شوید. از شما پرسیده می شود که این شخص یعنی پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم کیست؟ شخص مؤمن و یا متیقین می گوید او محمد پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم است. برای ما دلایل روشن و اسباب هدایت را آورده بود و ما هم به ندایش لبیک گفته از وی پیروی نمودیم. او محمد است، او محمد است، او محمد است. پس به او گفته می شود که آرام بخوام. ما می دانستیم که تو به این چیز یقین داری. ولی منافق یا مشقق می گوید در جواب آن سوال من چیزی نمی دانم. از مردم شنیدم که چیزی می گفتن. من هم مثل آنها گفتم. یعنی که در این حدیث آمده که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم ما را خبر کردند که در قبر از هر یکی ما از پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم پرسان می شوند. یعنی فرشته هایی که می آیند از ما می پرسند که این آدم کی بود؟ یعنی پیامبر صلی الله علیه و سلم را اشاره کرده می پرسند. و اگر شخصی که از دنیا رفته است در قبر است، اگر مؤمن بود و به قرآن و به سنت بود حیاتش و با آنها زندگی میکرد، میگوید که این محمد پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم است که برای ما با کلام حق فرستاده شده بود و ما نیز با دعوت او خوشدلانه او را قبول کردیم و با گفته های او عمل میکردیم. ولی اگر شخصی که در قبر است و در دنیا منافق بود، او میگوید که من آید این شخص چیزی نمیدانم و تنها آن را میدانم که آدمان چیزی میگفتن و من هم به مانند آنها همان چیزی که میگفتن همان را میگفتم. از عقبه ابن حارث رضی الله عنه روایت است که با یکی از دخترهای ابو ایهاب ابن عزیز ازدواج نمود. زن آمده و گفت من عقبه و آن دختری را که با وی ازدواج کرده است شیر دادم. یعنی عقبه ابن حارث میگوید که با یکی از دخترهای ابو ایهاب ابن عزیز ازدواج نمود. یعنی که یکی از دخترهای ابو ایهاب را
به زنی گرفت و در همین هنگام یک زن دیگر آمد و گفت که من عقبه و آن دختری را که او به زنی گرفته است شیر دادم. یعنی که اینها برادر و خواهری همشیره هستند، از یک زن شیر خوردند. عقبه برای آن زن گفت، بعد عقبه در جواب آن زن گفت فکر نمی کنم که تو مرا شیر داده باشی و یا مرا از این شیر دادن خبر داده باشی. و همان بود که سوار گردیده به مدینه منوره نزد پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم رفت. بعد از این عقبه با آن زن گفت که نه، من فکر نمی کنم که تو مرا شیر داده ای، زیرا که تا حال از شیر دادنت تو به من چیزی نگفته ای یا مرا آگاه نکرده ای. بعد از این عقبه به مدینه منوره نزد پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم رفت و از این مسئله از ایشان پرسان شد. بعد پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم در جواب گفتند چگونه با او ازدواج میکنی، در حالی که چنین چیزی هم گفته شده است. و عقبه از آن زن جدا شد و آن زن با شخص دیگر ازدواج نمود. یعنی که وقتی که عقبه این حادثه را با پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم برسانید و به ایشان گفت، پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم گفتند که در حالی که چنین چیز گفته شده است، یعنی که آن زن این چنین میگوید، تو چگونه با او ازدواج میکنی؟ و بعد از این سخن پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم، عقبه ابن حارث رضی الله عنه از آن زن جدا شد و آن زن با شخصی دیگر ازدواج نمود. از عمر رضی الله عنه روایت است که گفت من و یکی از همسایگانم از مردم انصار که از قوم بنی امیه ابن زید بوده و در منطقه حوالی مدینه منوره زندگی میکرد، در مشرف شدن به حضور پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم در نوبت داشتیم. یک روز او می رفت و یک روز من. یعنی که عمر رضی الله عنه میگویند که من و در همسایگی من یک نفر از انصار زندگی داشت و ما برای به نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم نوبت میکردیم به نزد پیامبر رفتن. یعنی که یک روز میگوید من میرفتم و یک روز دیگر او میرفت. روزی که من میرفتم اگر وحی نازل میگردید و یا مسائل دیگری واقع میشد برایش خبر میدادم و روزی که او میرفت او هم همین کار را میکرد. یعنی که میگوید من میرفتم و اگر یگان وحی اماندم می آمد، هنگامی که بر میگشتم به او میگفتم و او نیز وقتی که میرفت و وحی نازل میشد می آمد و به من میگفت. یک روز که نوبتی همسایه انصاری هم بود آمد و دری خانه ام را با شدت زد و گفت آیا فلانی هست؟ من سراسیمه بیرون شدم. گفت امروز کاری مهمی رخ داده است. عمر رضی الله عنه میگوید نزد ام المؤمنین حفصه رضی الله عنه رفتم، دیدم که گریه میکند. گفتم مگر پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم شمایان را طلاق داده است؟ گفت خبر ندارم. بعد از آن نزد پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم آمدم و همان طور که ایستاده بودم پرسیدم آیا همسران خود را طلاق داده اید؟ فرمودند نه. گفتم الله اکبر.